سلام به بینندگان محترم تلویزیون ITC. با یکی دیگه از سری برنامه‌های شما و کارشناسان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. من نیلوفر سپهر هستم و در خدمت کارشناس محترم برنامه، کارشناس در امور حقوقی ایران در کانادا، جناب آقای هاشمی هستیم. سلام آقای هاشمی، خوش آمدید. من سلام عرض می‌کنم خدمت تمام هموطنان عزیزم و در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. ما سریای قبلی که در خدمت شما بودیم با قسمت اول رو با شما شروع کردیم و بعد بینندگان عزیزمون چند تا سوال پرسیدن. ما این سوالا رو قسمت بندی کردیم که با یک سری از سوالا که حالا من انتخاب کردم با اونا شروع میکنیم. در خدمت. خواهش میکنم بزرگوارید. اول از همه این که اصلا وکالت چی هست بر ما اگر توضیح بدید. وکالت یعنی اینکه شخص تمام اقداماتی که خودش میتواند انجام دهد و به اشخاص ثالثی انتقال بده. یعنی اینکه مثلا من خودم اجازه دارم که مالم رو بفروشم، منتقلش میکنم به یک شخص ثالث و هر کسی که صلاح بدونم در یک چارچوبی اون مال رو به فروش برسونه. نکته مهمش اینه که باید اول شخص خودش توانایی انجام اون کار داشته باشه. مثلا شما اگر توانایی انجام مثلا فروش مالی رو نداشته باشید، نمیتوانید وکالت در انجام اون مال بدید. یه اشخاصی هستن مثل صفی، کسانی هستن که آرای دادگاه بر علیهشون صادر شده و نمیتوانند اقداماتی انجام بدن در یک چارچوب، نمیتوانند اون وکالت رو نسبت به اشخاص ثالث بدن. این در کل میشه وکالت. بله، خیلی ممنون. سوال بعدی این که به چه صورت میشه وکالت داد؟ ببینید، وکالت، ما یه وکالت مدنی داریم، یه وکالت دادگستری داریم. وکالت مدنی وکالتی که شما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنید و در خارج از کشور به امور کنسولی کشورها مراجعه میشه. تو اون چارچوبی هر اقدامی که نیاز هست انجام بدهیم، یعنی اینکه مثلا فروش منزلی، مثلا خرید کالایی، در اون چارچوب خاص میتونیم وکالت بدیم. حالا این وکالت چه از طریق کنسولی باشه، چه از طریق دفتر اسناد رسمی باشه، به عنوان سند رسمی محسوب میشه، اما در چارچوب وکالت، چون وکالت بحثش اصلا فقط نفس وکالت است. برای همین دادن وکالت، میگم، به دو وکالت مدنیش به دو صورت: دفاتر اسناد رسمی در ایران و دفاتر امور کنسولی در خارج از کشور. یه وکالت دادگستری هم داریم که برای امور حقوقی در دادگاه ها به وکلا داده میشه، یا حتی به ادارجات دولتی هم میتونید به وکلای دادگستری وکالت بدید که در یک چارچوب خاصی که مشخص شده است و معلوم شده هست به وکیل وکالت داده برای انجام امور کار. سپاسگزارم. میریم سوال بعدی. آیا فقط دادن وکالت به معنی فروش یا دادن حق کامله؟ نه، این جور تو جامعه جا افتاده که وکالت، مخصوصا اگه با از یا بلا از باشه، براشون خیلی متفاوته که این من وکالت دادم پس دیگه هیچ حقی ندارم نسبت به اون. خیر، وکالت فی‌النفس فقط اینه که شما به یک شخص نمایندگی میدید برای انجام اون کار. هیچ حق خاصی به اون شخص داده نمیشه. جانشین شما، قائم مقام شماست برای انجام اون کار. یعنی مثلا من گرفتارم، نمیتونم یه کاری رو در اون تایم انجام بدم یا تخصصشو ندارم، به یک شخص مورد اطمینانم که امینم هست وکالت میدم، میگم شما برو اون کار برای من انجام بده. این باعث نمیشه که حقی از خودم سلب شود و کامل حق منتقل شود به اشخاص ثالث یا اون شخصی که بهش وکالت دادم. فنفس فقط عمل وکالت انجام شده، یعنی من جانشین خودم کردم برای انجام کار، همچنان خودم میتوانم اون کار رو انجام بدم، همچنان این حق برای من باقی خواهد موند. خیلی ممنون. در میان این سوال یه سوالی هم پیش میاد که آیا میشه اصلا وکالت بلا از رو منسوخ کرد؟ وکالت بلا از معمولا توسط حالا دفترخونه ها معمولا اول با عزل، مگر اینکه اشخاص خودشون بلا عزل میخوان. دلیل زدن بلا عزل یعنی اینکه ما این حق رو از خودمون سلب میکنیم که این شخص رو عزل کنیم. یعنی اینکه بگیم دیگه شما تو یک زمان خاصی، مثلا یک زمان نمیدونم یه وکالتی میدیم برای فروش یک چیزی، یک موضوعی یا یک ملکی،
بعد وکالت از خودمون سلب میکنیم که این شخص دیگه حق نمیتوانیم عزلش کنیم که اون کار رو انجام بده. اما راههایی وجود دارن که میتوان این وکالت بلا عزل رو تمام کرد. این که عزل کرد خیر، مگر اینکه اون شخص وکیل اقداماتی انجام دهد یا شرایطش تغییر کند، یعنی قانونا دیگه حق نداشته باشه و توانایی انجام اون کار رو نداشته باشه. مثلا رأی دادگاه بر علیه صادر بشه که سفیر میشه، نمیتواند اقدامات حقوقی انجام بده. خب اون وکالتنامه خود به خود یا به درخواست شما قابل ابطال هست. اما اگر بخوایم وکالتنامه‌ای که معتبر است، یعنی شخص هیچ خدشه بهش وارد نشده، یه وکالت بلا عزلی دادیم اما از یه زمانی تصمیم گرفتیم که این شخص کارمون رو انجام نده، راهی وجود دارد که بتوان اون وکالتنامه رو تمام شده فرض کرد، نه ابطال بحثش اینه که حالا مواردی که بهتون گفتم. راهش هم اینه که خب همونجوری که عرض کردم خدمتتون، شما وقتی به شخص ثالثی وکالت میدید حق برای خودتون همچنان پابرجاست. این نیست که وقتی وکالت میدید دیگه شما حقتون رو منتقل کردید به شخص ثالث. پس وقتی حق خود شما پابرجاست، شما هر زمانی میتوانید زودتر از اون وکیل کار خودتون رو انجام بدید، موضوع وکالتنامه رو انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی شما به من وکالتی دادید برای فروش ملک. در فروش ملک شما بعد از 1 سال فکر میکنید حالا من آدمی نیستم که بهم بشه اطمینان کنم، موضوعم بلا عزله، شخصم حاضر نیست استعفا بده از، چون میدونید اصل وکالتنامه معزول بودن، یعنی شما هر زمانی باید بتونید وکیل عزل کنید، این قانون میگه، و وکیل هم هر زمانی بخواهد میتواند از استعفا بده از انجام کار، نمیتوانید محدود کنید وکیل. اما اگه استثناء بلاعزل وجود داشته باشد در اون قضیه، زمانی شما وقتی خود موضوع معامله رو که فروش ملک میشود خودتون شخصا برید انجام بدید، تقدم بر من، یعنی اینکه قبل از اینکه من اون کار انجام داده باشم انجام داده باشید، پس دیگه موضوعی وجود ندارد که وکالتنامه اعتباری داشته باشه. یعنی موضوع وکالتنامه دیگه که لم یکن شده و از بین رفته، دیگه وجود نداره. برای این بهترین راهیه که من توصیه میکنم، اما خب تالی فاسدایی هم داره که اینا دیگه توی جلسه نمیشه توضیح داد. خیلی ممنون از توضیح کاملتون. سوال دیگه هم اینه که آیا میشه وکالت با عزل و نامحدود داد یه مقدار؟ آره، همه فکر میکنن که وکالت با عزل با وکالت تام وکالت نمیشه با عزل داد و تام الاختیار باشه. ببین تو تام الاختیار یعنی شما در اون وکالتنامه تمامی اقداماتی که وکیل نیاز به انجامش داره رو بهش میدی و هیچ محدودیتی براش نمیذارید، یعنی یک چارچوبی براش نمیذارید. مثل اینکه مثلا در فروش خونه میگید به هر مبلغ و هر میزانی میتوانند، این قید رو میاد ذکر میکنه، میگه به هر مبلغ و هر میزانی شما مال میتونید بفروشید. میگید اجازه وام دادن، وام میتونید روی اون ملک بگیرید، میتوانید اجاره بدهید، میتوانید به خودتون منتقل کنید، هیچ قید، این تمامی حقوقی که خودتون دارید و کامل دارید منتقل میکنید به اون شخص. این وکالتنامه جامع و تام الاختیاره و این شخص هر حقی داره هر زمان هر یک از حقوقی که در اون چارچوب ذکر شده است انجام بده. اما اینکه محدود باشد، چرا محدود نباشد؟ شما میتوانید هر زمانی که بخواهید، یعنی بگید آقا این وکالتنامه 2 سال اعتبار داره، 1 سال اعتبار داره، 5 سال اعتبار داره، یعنی میتوانید زمانش رو محدود کنید. مثلا اشخاصی هستن که وکالتنامه میدن به وکیلی که کارشون انجام بده برای اجاره مثلا املاکشون، اما مدت اعتبار تام من بهشون میدن، اما مدت اعتباری که بهش میدن میگن 2 سال شما این حقو داره، بعد 2 سال یا تمدید میکنه یا اینکه خود به خود اون وکالتنامه بعد 2 سال دیگه از بین رفت و نمیشه بهش استناد کرد. برای همین این دوتا از هم کاملا جدا، وکالت تام الاختیار با وکالتی که زمانش محدود باشه و بلا عزل باشه، 2 تا موضوع جداگونه هستن. خیلی متشکرم. و سوال بعدیمون که هموطن عزیزم پرسیدن اینه که وکالت در توکیل چی هست؟ وکالت در توکیل بازی قیدی هست، چون معمولا میگم وکالت قائم به شخصه، یعنی اگه شما وقتی اسم منو میارید یعنی من باید موضوع وکالت رو انجام بدم. دلیل هم داره قانون گذار اینو گذاشته، بخاطر که به یک مبنایی شما دارید به من وکالت انجام اون کار میدید. وقتی شما به من این وکالت این اجازه رو میدید که اون کار رو انجام بدم، حالا اگر قید این که من میتوانم به شخص دیگری اون وکالت رو انتقال بدم،
این قید اگر وجود داشته باشه، حالا من میتوانم هر زمانی بیام وکالت رو، انجام اون موضوع وکالت رو بیام به شخص ثالث انتقال بدم و شما دیگه نمیتونید منو منع کنی اگه قیدش وجود داشته باشه. معمولا این کار زمانی باید اتفاق بیفته که شما در اصل وکالت و فی نفسه وکالت انجام نمیدهید. دارید در کنار، دارید مالی رو میفروشید، بیعنامه امضا کردید یا فروشنامه امضا کردید، در کنارش دارید وکالتنامه رو میدید. اون زمان اون شخص شاید بخواد همون شرایط انتقال بده به شخص دیگری. اگر بخواد انتقال بده به شخص دیگر، پس بهتره که محدود نباشه و بتونه به شخص دیگر انتقال بده. از شما میخواهد که شما بتونه وکالتنامه‌شو به شخص دیگری انتقال بده. یک موضوع هست، ما وکلای دادگستری هم معمولا این قید رو ذکر میکنیم در وکالتنامه هم. دلیلش هم اینه که امکان داره در زمان تعیین دادگاه یه دفعه مثلا مریضی بشی یا دو تا دادگاه با هم دیگر تشکیل شود، نتونیم در هر دو تا شرکت کنیم. غیر از اینکه لایحه میدیم، امکان داره یکی از همکارامون رو تعیین کنیم که به جای ما قائم مقام ما بره حاضر بشه و اونجا دفاع کنه. این موضوعشه. خیلی متشکرم. مثلا اقدامات یک وکیل محدوده‌ای داره یا اینکه حدودی برای تعیین شده یا خیلی؟ تعیین نشده، شما میتوانید تعیین کنید. بله. شما میتوانید در وکالتنامه‌ای که دارید به اون شخصی که در اصل وکیل شماست دارید میدید، یک چهارچوبی تعیین کنید. این چهارچوب امکان داره بهش بگید شما اجازه دارید مثلا حالا ما روزمرگی رو میذاریم، مثلا فروش یا اجاره، میتوانید مثلا محدود کنید که مبلغش انقدر باید باشه، از اینجا به انقدر به پایین شما اجازه فروش ندارید. شما اگه میخواهید بفروشید باید قبطه من موکل رو رعایت کنید، که حالا من قبطه یعنی این که مصلحت من رو رعایت کنید در انجام اون کار. از نکات دیگرش میتوانید زمان بذارید براش، محدودش کنید که آقا شما در این چارچوب زمانی اجازه دارید اون کار انجام بدید. و هزارم بله، وکالتنامه رو میشه محدود کرد، وکالتنامه رو شما محدود میکنید در چارچوب، هیچ معنی قانونی هم نداره برای این موضوع. و حالا اگر وکیل در صورت عدم اقدام وکیل در چارچوب وکالت، آیا موکل کاری میتونه انجام بده یا مسئولیتی اصلا داره وکیل؟ موکل قطعا میتونه کاری انجام. ببینید عرض کنم خدمتتون، وقتی وکالت رو به شخص شما دارید به شخص ثالث میدید، اینجوری نیست که اون وکیل و هیچ مسئولیتی در مقابل شما نداره. مگه میگم اون وکالتنامه در اصل نفس وکالتنامه نیست، در کنار یک بیعنامه یا فروشنامه داره شما این حقوق رو انتقال میده که بتونه کار رو انجام بده. اگه فی نفسه وکالت باشه، یعنی فقط جهت انجام وکالتی بهش دادید، قطعا در مقابل شما مسئولیت داره و مسئولیتش بعضی از اقداماتش مسئولیت نداره. مثلا اینکه بالا قیمت بازار، مثلا ملک شما بهشون وکالت فروش دادید، ملک در بازار الان اند ریال به فروش میرسه، اینکه ایشون تو اون چارچوب حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر به فروش میرسه، این مسئولیتی نداره. اما اگر اقدام میکنن که اقدام ایشون با علم به شما ضرری وارد کند، یعنی اینکه بره ملک شما ان تومان فروش میره، بره مثلا به نصف قیمت منتقلش کنه به شخص دیگری، این قطعا مسئولیت داره و شما میتونید در محاکم علیهشون طرح دعوا کنید و مطالبه خسارت کنید. و همچون اقدامات وکیل حتما باید به این صورته که اگه وکیل ملکی رو به فروش میرسونه، اینجوری نیست که پولش بعد در جیب خودش بگذاره. صراحتا اولا باید گرفتن وجه هم تو وکالتنامه ذکر شده باشه. حتی وکلایی هستن که وقتی میرن مالی رو میفروشن نمیتونن پول رو بگیرن، فقط اجازه فروش دارن، اجازه اخذ وجه رو ندارن داخلش. اما اگه اجازه اخذ وجه دارن، اینجوری نیست که باید حتما ذکر کنیم پول به من بده. نه، وکیل وقتی پولی دریافت میکنه باید به موکلش، اگه مالی دریافت کنه باید به موکلش اطلاع بده. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از لطفتون. به پایان برنامه نزدیک داریم میشیم. ممنون از شما بینندگان محترم ITC که تا الان همراه ما بودین. من فقط یه نکته رو بگم خدمتتون که این برنامه صرفاً جهت اطلاع رسانیه. در صورت مشاوره حقوقی حتما با دفاتر حقوقی کانادا، دفتر آقای هاشمی تماس بگیرین و خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.